سلام، وقت شما بخیر. زرشان حسلمی هستم. به اولین برنامه دوست همدم از چینل وقت میدیا خوش آمدید. عزیزان، میخوایم اولتر از همه بگوییم که دوست همدم یعنی چی تاثیر دارد. آنچه که ما در دنیای حقیقی آموختن نمیتوانیم، میتوانیم از دنیای مطالعه کردن بیاموزیم و به دست بیاوریم. مطالعه باعث تغییرات مثبت در زندگی ما می شود. توسط مطالعه کردن میتوان دنیای افکار خود را تغییر داد. پس هدف ایجاد این برنامه ما همین است که رشد دادن فرهنگ مطالعه در جامعه ما می باشد. اولین کتابی که می خواهم برای شما به معرفی بگیرم از جیمز آلن است. تو همانی هستی که می اندیشی. متن کلاسیک در اثبات قدرت و مثبت اندیشی. جیمز آلن بریتانیایی بود که به خاطر تئوری‌هایش شهرت خاصی داشت. کتاب تو همانی هستی که می اندیشی در سال 1903 منتشر شد. فلسفه جیمز آلن را شرح می دهد. افکار چه تأثیر قدرتمند بر رشد، شخصیت و خوشبختی ما دارد؟ اولین بخش کتاب: چرا ذهن همچو یک باغ است؟ اینکه افکارتان می تواند شما را پیرتر از آنچه هستید نشان دهد و اینکه رویا پردازی چقدر فوق‌العاده است. با تسلط به افکارمان می توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم. تا اینکه بنشینید به حال خود فکر کنید که چی چیز ما را وادار می کند که انسان‌های حال هستیم. انسان مجموعه افکار خود است. همانطور گیاها از یک دانه کوچک جوانه میزند، همین قسم هر کدام از کاری که انجام میدهیم زایده افکار خود ماست که شخصیت ما را میسازد. اگر افکار ما شکل دهنده شخصیت ما هستند، منطقی است که با تغییر افکار ما میتوانیم شخصیت ما را نیز تغییر دهیم. بخش دوم کتاب: دنیایی که در آن زندگی میکنیم بالای ما تاثیر ندارد، بلکه ما هم تاثیر داریم. یعنی به همان اندازه‌ای که دنیا ما را شکل میدهد، ما هم دنیای را شکل میدهیم. بخش سوم کتاب: با پرورش افکار مثبت برای سلامتی بهتر و سایر اهداف تلاش کنید. برخی از ما با زیبایی‌های پیر میشویم، در حال برخی از دیگر ما برعکس. افکار بالای سلامتی رول مهم دارد. ما تنها مسئول توانایی خود بر رسیدن موفقیت هستیم. پس بلند پرواز باشید، نه قربانی. این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی، الان نگهدارتان. با وقت میدیا باشید.